تفاوت دیدگاه به معنی دشمنی نیست. قرن معاصر قرن گفتگو است، تعامل است. هرگاه به مشکل برمیخوریم با گفتگو حلش میکنیم. بیننده های عزیز و نازنین، هموطنان خیلی دوست داشتنی، امیدوار هستم که صحتمند و سلامت باشید و در هر کجایی که هستین در کنار خانواده های عزیزتان به فکر آرام مصروف مشغله های زندگیتان باشین. در برنامه امشب شام کابل یک مهمان کاملا متفاوت و خیلی پرحاشیه داریم. مهمانی داریم که در متن سیاست افغانستان داخل است و هر روز هر مجلسش و هر سخنش از سیاست افغانستان است. مهمان امشب برنامه شام کابل دکتر محمد زلمی افغانیار پوپل است. دکتر صاحب گرامی خوش آمدین. شکر. بفرمایید. سلام علیکم. سیاست تشکر. شما خوب هستین؟ بخیر باشید. خوب هستین ان شاء الله. صحتتان خوب است. موفق پیروز باشید. دکتر صاحب خسته نباشین. موفق و پیروز و خوب باشید. خیلی مصروف هستین. خواهش می‌کنم. دنیای سیاست چگونه دنیاست؟ بسم الله النور الذی یدبر الامور. احترامات خدمت شما از همه طرف سلام می‌خوام داشته باشم. با خدمت ملت افغانستان هموطنان عزیز ما شما در هر گوشه از جهان هستی که هستند، امیدوار هستم آرام و صحتمند باشند، در کمال آرامش روحی و روانی همراه اعضای فامیلای محترمشون. کسب تعظیم ما از اهل مجلس برنخواست، بهر پاس عزت آخر خود ز جا برخواستیم. خب متاسفانه سیاست در افغانستان بسیار متفاوت تعریف شده. بله. اگر ما او را بخوایم به واقعیت تفسیر بکنیم، سیاست باید در خدمت ملت باشه، در خدمت مردم باشه، به خاطر ایجاد جایگاه ها بر محور شناخت ها و عقاید و باورمندی ها باشه. اما در طول تاریخ در افغانستان سیاست را به نام های گره زدن که در بسیار از مواقع مردم ما از نام سیاست خوششان نمیاد. بله. دکتر صاحب میفهمیم خیلی خسته هستین. شما با مجالس‌های متعدد شرکت میکنین، با رسانه‌ها ارتباط دارین. اول خود یک گلاس چای براتون من دارم. تشکر جان، سپاس. نظر جان بکنین. مقصد نمایشی نیست، حتما چای بنوشین. به خانه افغان‌ها که برین هیچ چیز خندن، اول چای خو میدن. بازهای رسانه هست، رسانه‌ای که نمایندگی از هویت و کلتور فرهنگ افغانستان میکنه. تشکر. دکتر صاحب گرامی، در ارتباط به حاشیه‌های زندگیتان دیگه هم ان شاء الله صحبت میکنیم. ببین که دنیای سیاست کنار بگذاریم. از آدرس دکتر محمد زلمی افغانیار پوپل صحبت بکنی که در اسلام قلعه هرات تولد شده. از اونجا آغاز میکنیم. نه به خدمت هستم، بفرمایید. دکتر محمد زلمی افغانیار پوپل، نامم خیلی طولانی است دکتر صاحب، دیگه اگر پس پیش شد شما ببخشید. مشکل نیست، برات است. کی است؟ اولاد افغانستان، کسی که قلبش به وطنش میتپه، برش قوم و سمت و موضوعات باورمندی ها به اساس عقاید قومی هیچ معنی نداره. همیشه کوشش کردم که بر مردم خود صدای رسا باشم، از گذشته تا حال، و بر مبنای یک تعهد و تخصص مسلکی ما به پیش بریم. ما به کرات همیشه گفتم که با افتخار ما از هرات هستم، هرات از اسلام قلعه هستم، از محیطی که مردم ما مردم محروم بودن، اما از آدرس همون مردم محروم به میلیاردها دلار در طول دهه‌ها به مراکز انتقال پیدا کرده، از اون محیط ما شروع کردیم. از دوران کودکی یاد کنین. از کجایش بگم باز نشه که یگان دوست و رفیق و صنفی مردم محیط منطقه ببینن. ما خیلی تلاش کردیم که از کودکی شما یگان خاطره پیدا بکنیم، متاسفانه نتونستیم. خب اسلام قلعه دور است، 1400 کیلومتر از اینجا دور است. اگر زحمت میکشید حتما پیدا میشد. دوستایتان هم اگم پیدا کردید دکتر صاحب. من خوشتند هستم که دوست بعضی مواردا هست که ان شاء الله با شما در جریان میگذارم. از دوران کودکی بگوین، از کجا شروع کردین، درس کجا خواندین؟ من همیشه علاقمند به این بودم که در وطن بتونم نقش ایفا بکنم. خدا رحمت کنه پدر بزرگوارم از متنفذین و کلانهای قومی بود. چه از زمان جهاد مقاومت و چه تا زمانی که وفات کردن. و او اهل طریقت بودن، تصوف. همیشه ما همراهشون بودیم. حتی زمانی که صرف اول مکتب بودیم، ما همراه خود در محافل و نشست‌ها می‌بردن. بزرگان میگفتن چرا؟ میگو با آینده وطن باید بفهمه که عرف و عنعنات چی است، کلتور مردم چی هست و تحصیل چی هست. از همون زمان آهسته اما پیوسته همون شکل‌دهی افکار و باورمندی‌های بر مبنای ازی شد که با مردم خود خدمت بکنیم. و همین شد که دوران مکتب را ما در اسلام قلعه خواندیم، لیسه را در هرات خواندیم، در حربی 16 ما درس خواندیم، باز دوره معهد را ما خواندیم،
در هرات یک پانتون بود به نام هیئت الاقاصه العربیه الاسلامیه. دکتر صاحب جالب هست که او هم به زمان امارت فعلی افغانستان که طالبان وقت بود و او زمان بود. دقیقاً. دکتر صاحب ما زندگی نامه شما را مطالعه کردم، از پدر بزرگوارتان یاد کردین. من میخوایم که یک چیز بپرسم از شما، صادقانه جواب بگوین. در کوچه های اسلام قلعه گاهن کدام ریش سفید استادتان کرده که تو فرزند فلانی هستی، در چنین جاهایی نباید استاد باشی؟ ما به روح پدرم دعا میکنم که از وقتی که ما دست چپ و راسته خود فهمیدیم هیچگاه برای ما اجازه نداده بود که ما به کوچه بگردیم و یا مثل بچه ها محیط و منطقه ما مصروفیت داشته باشیم که برین دوش بکنین و ساتری بکنین. و همون زمان هم که مکتب بودیم باز درس هم میخوانیم در دو تایم و در پهلویش آقای صاحب که مصروف بود در اون مصروفیت هم ما همراهشون مصروف بودیم، چرا که با کسب حلال هم پیدا کردنش یک مصروفیت بود. خوشبختانه ایر ما براتون به وضاحت گفتم میتونم از گذشته تا حال هیچ کدام از محاسن سفیدای اسلام قلعه ولسوالی کوهستان کسی پیدا نخواد بشه که فلان روز گفته باشه که چرا چنین کردی. ماشاءالله. دکتر صاحب قبلا هم یاد کردم که زندگی پر حاشیه دارین. نامتان خیلی طولانی نیست؟ طولانی است دیگه. نام طولانی نیست، تخلص طولانی شده. تخلص طولانی شده. بله بله بله. این تذکره هم درج است؟ خوشبختانه بگیم بله درج است. خب محمد زلمه خب نام هست. خب در افغانستان در مجموع نام ها دو نامه هست. اما تخلص افغانیار هست. پوپل هم باز اضافه شد. و ما میخوایم یک وضاحت دوباره ما بدیم. ما وقتی که پانتون عربا را خواندیم باز تغییرات سیاسی در افغانستان آمد. باز ما آمدیم کابل اکادمی پلیس را خواندیم. و زمانی که اکادمی را خواندیم سیستم بایومتریک میکردن با اساس نام و ولد و قوم و ملیت. خب همیشه تفکیک را دیگه ها بر افغانستان تزریق کردن. اگر نه و زمانی که جهاد و مقاومت بود پدرم قسم میکرد میگفت موضوع سمت و قوم و ملیت نبود در افغانستان. تابوت شیعه سر شانه سنی از سنی بر شیعه بود و شمالی وال و جنوبی وال نبود، اما در راه وطن جهاد میکردن. اما در طول 4-5 دهه گذشته قوم و سمت و گروه تقسیم شد. باز همون زمانی که ثبت نام میکردن و بایومتریک بود، وقتی که ما تخلص خدا گفتیم باز پرسان کرد که پشتون هستی؟ گفتم بله. قوم چه؟ من پلزای. باز همین رو درس کرده بودن. خب سالها سپری شد و باز ما کاندید پارلمان شدیم و باز متعاقبا کاندید ریاست جمهوری معاونت اول در تکت حکومت مردم سالار اسلامی شدیم. زمانی که کمیسیون انتخابات استلام میکنن از ثبت اول نفوس، ما دیدیم که نام برآمده بود دکتر محمد زلمه افغانیار پوپل. باز ما گفتیم یک شب پس کنیم، گفتن این باز فرمان رئیس جمهور به کار داره. باز ما دیدیم که رئیس جمهور که فرمان پس کرد پسوند نامش چیز نکرد، ما گفتیم بالا باش تا یک زمانش باز ما پس بکنیم. هدف این شناخت هست که مردم بفهمن از کدام باورمندی ها از کدام منطقه هستی. اما ما افغانیار هستم. برای ما تاجیک، ترکمن، ازبک، هزاره، حتی سیک و هندو نداره. کسی که در جغرافیا زندگی کرده بر من نور چشم است. بخیر باشین دکتر صاحب گرامی. قبل از اینکه به تحصیلاتتان دقیق‌تر برویم داخل شویم، فرزندانتان چند فرزند دارین؟ چند ازدواج کردین؟ دوباره خود نمیگم دیگه. از بچه‌ها اگه بگن یک تعداد براتون نام میگیرم تا شما بگم بس است. حالا فعلا یک چی شده؟ سوژه شده هر کس پرسان میکنن بزرگوار بخصوص سیاسیون که چند بار ازدواج کردین؟ با واقعیت این موضوعات که باز گفته شده باز یک برنامه سرش جور میشه. نه مقصد ما سوژه جور نمیکنیم. شما نمیکنید. بسیار کسایی هستن بسیار ببخشید ما واره فیسبوک چنل اینکی میگن از بیکاری یا عدم مصروفیت کوشش میکنن که برای خود فالوور جذب کنن. بازگوها بر از این برنامه دارن. نه دیگه بچه‌ها الحمدلله هستن. چند فرزند دارین؟ مکتب میخوانن؟ مکتب میخوانن. بله. احمد سیرجان، احمد سمیر، احمد سیرت، احمد سینا، احمد سرفراز، احمد سرفراز و دیگه مگه براتون بگم باز هست. یعنی ادامه داره. ادامه داره. همین مردم مرز اطفالشون زیاد هست. خیلی من از فرزندانتان باز پرسان میکنم که شما از کدام همسر افغانی هستید؟ بازی‌ها فکر نکنم بر شما بگن یا خبر ندارن. نه او به خاطر عسکر تربیت شدن. دکتر صاحب کدام فرزندتان در مکتب به خاطر اسم شما به مشکل مواجه شدن؟ نه. طولانی از استادشان گفته باشه که جالب برای است که نمو بچه‌م از 12 دو تاش فارغ شده. نمو جدول که به خاطر کنکور هست مکمل همین خانه پر میشه. اگه یک اضافه بود یک کلمه دیگه یا یک حرف باز برشون جنجال جور میشه. من یک باریکی را اینجا میخوایم از شما بپرسم دکتر صاحب. فرزندتان به کنکور رسیده؟ بله بله. چند ساله هستین؟
ما 44 به طرف 45 میرم دیگه ان چند سال است که 44 سال هستین؟ او قصه از بعد در گپش نیست. از ما همو اساس تاریخ همو تذکره هست. دقیق است. دقیق است. 44 سال است. 44. بخیر باشید دکتر صاحب. اسمتان که طولانی است، من به زندگی نامه شما وقتی داخل شدم مطالعه می‌کردم، خیلی برام جالب بود واقعا. یک بار میخوانم که شما از اقتصاد فارغ شدین، دیگه جا از معهد اسلامی عربی فارغ شدین، دیگه جایی رفتین اکادمی پلیس خواندین. بالاخره چی گپ بود؟ ما همیشه برنامه فکریم به اساس گفته ها و فرموده های پدرم بود و باز به مو اساس ما برای خود یک شعار تنظیم کرده بودم که ده ها میشه شعار هست: آبادی وطن تعهد و تخصص میطلبد. تعهد بدون تخصص و تخصص بدون تعهد ویرانی وطن هست. بله. و من میخواستم که در اوضاع وطنم همیشه دخیل باشم به عنوان خادم. پس وقتی کسی از یک مسلک آگاهی داشته باشه، کسی او رو گپ دادن نمیتونه. به اصطلاح عامیانه ما شما در طول چند دهه گذشته اگر ما اعضای کابینه را، کسایی که در بدن حکومتداری وظیفه کرده بودند، ما میدیدیم به خاطر عدم خلای معلوماتی بود. امروز اگر ما آمدیم بود زمانی که امارت اسلامی طالبان وقت بود، ما دوره معهد را خواندیم، یعنی او زمانی بود که افغانستان تحت حکومت امارت اسلامی بود که طالبان وقت بود. او زمان امو پانتون عربا امو وقتش بود و بعد از ایجاب میکرد دیگه. ما به طب امتحان جالب است، همون وقت ما به طب امتحان دادیم، کامیاب شدیم. کسی در هرات به نام آقای عربزاده میگفت اگر زنده هست خداوند نگاهش کنه و اگر مرد خدا بیامرزش. باز برای گفت که تو رو لیلیه جای نمیدیم. گفتم چرا؟ گفت تو خاص اسلام قلعه هستی، باز میشه هفته‌وار خانه بری. خب ما گفتم ما باید جای بدیم، گفت نمیدیم. بازم شد که ما از طب ماندیم، باز رفتیم ما دوره معهد خواندیم و معهد خواندیم. باز متعاقبا تغییر نظام سیاسی اومد در افغانستان. ما اومدم کابل، باز ما پلیس را خواندم، چند سال پلیس را خواندم و بعد از اون که باز ما ایفای وظیفه را شروع کردیم، باز ما همون طب از اول خوش داشتم، باز همون رایش ادامه دادیم. همزمان که ایفای وظیفه میکردم باز ما طب را هم خواندیم و زمانی که سمسترهای اخیر بود باز ما اقتصاد خواندیم. من میگفتم کسی که میخواد مسلکی باشه باید آگاه باشه. امروز اگر بحث اجتماعی باشه، فرهنگی باشه، اقتصادی باشه، طب باشه، بخش پلیسی اقتصادی افغانستان باشه یا که طبابت باشه، کسی برای ما گپ دادن نمیتونه که ما چنین کردیم و چنان کردیم. باز با مو حقش به اساس مسلک نه پیشش میمونیم، میگیم چنین هست و اگر همین لحظه هم برای ما فرصت مساعد باشه باز هم ما ادامه میدیم، به خاطر که همون طلب العلم فریضه هست. از زمانی که دنیا آمدی تا زمانی که فوت میکنی. کدام مسیر دیگه تازه شروع نمیکنی؟ والا امتحان دادم، شروع نکردم، ادامه ندادم. پانتون فانوس ما و دکتر احمد زکی، دکتر حمزه برادرایم یار بردم امتحان دادیم در ژورنالیسم. کامیاب شدیم، متاسفانه نرفتیم ببینیم که چطور میشه. باز از برادرانتون یاد کردین شما در شکل دیگری شخصیت اونا هم تاثیر مستقیم داشتین و الحمدلله که تربیت خوب کردین فرزندانتون همچنان. دکتر صاحب قبلگاه صاحب حیات هستن؟ خدا رحمت کنه، فوت کردن سال 97. خدا مغفرتشان بکنه. دکتر محمد زلمه افغانیار پوپل همون چیزی هست که پدرش میخواست؟ بله. پدر همیشه میگه پدر ما یک توقع داریم که خدمت به خلق الله بکنی بدون موضوعات قومی، سمتی یا مفکوره های دیگه و ما هم چنین کردیم. حتی در زمانی که با مریض بودن هندوستان همراهشان بودم قبل از اینکه وفات بکنن، چند روز قبلش مرا گفت با ما عهد هستی؟ گفتم هستیم و تا همین لحظه که باعث شده ما وطن بمانیم امی بوده که ما افغانستان ماندیم که با مردمیم بتونیم خدمت بکنیم، چی در بعد سیاسی یا اقتصادی یا نظامی. همین که امروز و اول برنامه شما یادآور شدن، برنامه چهارم است که همراه شما آمدیم. کوشش کردم که صحبت بکنم امروز در مجموع روزانه اقلش ما 4 برنامه داریم، 5 و 6 و 7 خب اضافه در میشه. یک روز همراه یک از بزرگای حکومت نشسته بودیم، یک پرسان کرد که می ریموت میگیریم هر جا خود تستی. ما گفتیم وعده ما است که دیگه سیاسیون پیدا شه باز ما به خانه میشینیم، اما تا زمانی که او نباشه ما دین خود در مقابل اولاد وطن از اسلام قلعه تا ترخم، از واخان بدخشان تا به امروز ادا میکنیم که نقاط ضعف و نقاط قوت تبدیل شود. شاید بحث ما شما در افغانستان هست. بله. امروز کسایی که در حکومت افغانستان هستن آیا کسایی هستن که 4.5 سال قبل بودن؟ نه. اگر کسی ولسوال میشد، اگر کسی ولی میشد، اگر کسی رئیس محکمه میشد، ما خودم هستیم. شما هیچ حق ابزار ندارید. اما امروز یک عسکر هم تخطی کردن نمیتونه، چون حق خودم میفهمه
که ما عسکر هستیم وظیفه‌م کجاست؟ ما کارمند استخبارات هستیم وظیفه‌م کجاست؟ ما افسر اردو هستیم وظیفه‌م به کجا هست؟ ما ولسوالی یا ولی هستیم محکم تا به کجا هست؟ ما نمیتونیم نفر بندی بکنیم سیلی بروش بزنین به خاطر که فلانی خان خفه شده یا فلانی خان احقاق حقش چرا خواستی. این بر ما مهم هست. امروز وقتی که ما این طرف میام چک پوینت بود، جالب هست که مجاهدین بسیار احترام کردن، برنامه را میبینیم. گفتم خوب است که یک عسکر که از اسلامی هست به چک پوینت ساده هست، او هم از طریق تلفن خود برنامه‌های سیاسی را تعقیب میکنه، میفهمه که این عسکر است، این افسر است، این جنرال هست، این بخش حقوق است، این اقتصادی است، این نظامی است. این بر ما مهم هست که آهسته آهسته نقاط ضعف خود با نقاط قوت تبدیل کردین و این هم بر اساس همین برنامه‌های ما و شما و دیگه سیاسیون و اهل رسانه هست که در افغانستان هست. اگر ما همین کارا را نمی‌کردیم و شما هم همین برنامه‌ها را تنظیم نمی‌کردین، طبعا این نقاط ضعف با نقاط قوت تبدیل نمی‌شد. دقیقاً. خسته نباشین دکتر صاحب. چای بگیریم. هموطنان عزیز نازنین، دکتر صاحب یک چای بنوشن، میریم به یک وقفه کوتاه، دوباره برمیگردیم. امروز دکتر صاحب گپ و گفت‌های زیادی داریم، ان شاء الله که با شما هم شریک می‌سازیم. دوباره خوش آمدین هموطنان عزیز نازنین، در خدمت دکتر صاحب هستیم. دکتر صاحب گرامی، در جامعه سنتی افغانستان خیلی از جوانا نوجوانا به گونه‌های استعدادشان سرکوب میشه. بالاخره یک هدف خودشان می داشته باشن، یک سلیقه خودشان می داشته باشن، خانواده ها زیاد تمرکز میکنن، مداخله میکنن و همون سبب میشه که فاصله بین امی جوان و خانوادهشان پیدا میشه. در شخصیت شما بیشتر خانواده نقش داشتن یا هدف خودتان تعیین کرده بودین که در اون هدف رسیدین؟ هیچ کس وقتی که ادعا کنه که ما موفق هستیم، در پهلویی که موفق شده پدر، مادر، فامیل سهم داشتن. اگر همین لحظه ای که من همراه شما صحبت میکنم، در 4.5 سال گذشته فامیل همراه من نمی بود، شاید ما هم کم می آوردیم. هر روز پیام های منفی، هر روز صحبت های منفی و بخوای صدا را به واقعیت ها او را برابر بسازی جنجال هست. پس فامیل نقش عمده داره. ما گفتم پدر من خلیفه طریقت بود. برای طریقت ثروت و قدرت و شهرت کسی مطرح بحث نیست، فقط همون تقوا و همون موضوعات باورمندی هاست. پس طبعا بالای ما همون موضوعات فامیلی تاثیر داشته و در پهلویش باز برمیگردیم بعد از که ازدواج صورت میگیره و باز هم مستقیما فامیل تاثیرگذار هست و در پهلوی از او دوست و رفیق. صحبت صالح تو را صالح کند، صحبت طالح تو را طالح کند، صحبت مرد خدا مردت کند، صحبت هر ناسزا سردت کند. طبعا تاثیر میکنه دوست و رفیق و همنشین هم. دقیقاً گپ نیک گفتین و یک توصیه خوب بر نسل نوام است که اینا در کنار خانواده هایشان باید باشن، خانواده حامیشان باشه. پیامتان به می جوانا چی است؟ زیاد گلایه میکنن، میگن خانواده ها چرا پدر مادر در زندگی ما مداخله میکنن، چرا ما نمیمونن که به اهداف خودمون برسیم. به یک نظر راست میگن. مشکل عمده ما و شما در اجتماع افغانستان 90% به خاطر عدم ارتقای ظرفیت‌های علمی و فرهنگی هست. نی برای 4.5 سال گذشته، در طول دهه‌ها و دهه‌ها. یک زمانی که ظاهرشاه حکومت میکرد که بابای ملت شد، مردم میرفتن با همون نفر که میامد بچه ها رو به درس میبرد، رشوه میدادن، گندم و برنج و نخود و لوبیا که بچه ما رو مکتب نخوانند. یک گوشه بره باز همون عقایدش خراب میشه. یعنی به نحوی در جامعه طوری تزریق شده بود که علم و تحصیل نابرابری به بار میاره. پس اون مفکوره هنوز هم شاید کمرنگ بوده باشه و هست. نسل جوانی امروز که تلفن پیش از او هست و امروز از گوشه گوشه دنیا او پیام دریافت میکنه، یک نفر به افغانستان سیلی میخوره، به امریکا پیامش میشنوه. یک نفر کار خوبی را انجام میده، هزارها نفر رو تشویق میکنه. او جوانی رو نمیتونه برای یک موسفید 60 ساله بر از او بگه که امروز علم روز به کجا رسیده. ما میخوایم که آینده ما به می اساس ما او را پیش ببریم و همیشه تاکید با از جمهوریت تا فعلا همی بوده که مادر آگاه طفل آگاه را به جامعه تقدیم میکنه و طفل آگاه غلام نمیشه. پدر آگاه میتونه منافع ملیش را تعریف بکنه. پدر که آگاهی نداشته باشه و پشت لقمه نان گم باشه، باز او نمیتونه طفل خود به اساس همون باورمندی های فعلی و در وطن یا گذشته او سوق بده. پس جوانی که امروز در قریه و قصبات کلان شده، ما هم از اسلام قلعه هستیم، محیطی که امروز مردم ما شاید برای نان پیدا کردن بسیار تلاش بکنن.
بله. اما عوایدشان جای دیگه میره. نه از این حال در گذشته هم چنین بود. ما از تجربیات خود میخوایم بگیم. وقتی که دور قبل امارت اسلامی که رفت جمهوریت که آمد، ما 7000 شاگرد گرفتیم. ما و فامیلیم در خانه شخصی خودمون. شاید بحثم ملت اسلام قلعه و مردم هرات هست که بیش از 3500 از او بچه‌ها و دیگه دخترها بودن. از هموها به بخش‌های بسیار بالا درس خواندن. به ترکیه و چین و هندوستان رفتن. دکتر شدن، قاضی شدن، نرسینگ خواندن، طب خواندن. امروز در اون محیط همون مردم به مردم خود خدمت میکنه. اما ما افتخاری نداشتیم که تباشیر به دست خود گرفتیم، براشون یاد دادیم که چی به چی هست و زمانی هم که تانستیم از او حمایه کردیم. اما بالمقابل در محیط ما کسایی بود که میگم ما خان منطقه هستیم، این مردم بازیگر ما هست، به بازیگر ما شما کمک نکنین. به همون زمان که ما به ایران درس میخواندم، به همراه WFP ما کار میکردیم. برای از این مردم به عنوان مشاوره دهنده کار میکردیم. برنج و لوبیا و نخود را ما میگرفتیم متربس برای زوم میبردیم. کارنای قومی شاید این لحظه ببینن و خجالت هم بکشه پیششون. مرا میگفت تو چرا چنین میکنی؟ میگفتم چرا؟ میگفت بازیگرای ما است. اگر ما نگیم بچه عروسی نکنه، بچه‌ش عروسی نمیکنه، چی برسه که باز گپ دیگه باشه. تو یار شکمشون سیر میکنی که بچه‌شون درس بخونه. ما خوشبخت به این هستیم. از او بچه‌ها امروز وقتی خانهش داخل میشه 5 منزل است. موتر زیر پایش موتر مدروز است. امروز به دبی هم خانه داره، به ترکیه هم خانه داره، تجارتش تا به چین میرسه. نی یک، نی دو، نی 5، نی 10، صدها نفرش. چرا؟ اگر تحصیل نمیکردن، اگر آگاهی پیدا نمیکردن، نمیتونستن یک روند تجارتی شروع بکنن. اما بالمقابل از خانه که میگم ما زمیندار هستیم، ما بسیار جایداد داریم، بچه‌هایشان پدری شد، خانه های 2 منزلهشان 1 منزله شد و امروز منفور مردم خود هستن. ما میگیم تغییر باید او شکل در افغانستان بیاید که همین شکلی که بر میز ما و شما میوه ماندگی است، چای مانده هست، به خانه هر شهروند افغانستان امی باشه. اما این کی میشه؟ زمانی که ما همدیگر پذیری ها را داشته باشیم، زمانی که ما نسل آگاه داشته باشیم و اون نسل آگاه تحصیل به اساس علاقمندیش بکنه. استعداد فرد. اگر خوش داره دکتر شود طب بخونه، اگر میخواد اقتصاددان شود اقتصاد بخونه، اگر میخواد زراعت بکنه بره پانزه زراعت بخونه و اگر میخواد یک عالم دین باشه که به منبر استاد شوه و موضوع اطیع الله و اطیع الرسول بگه، این هم او باید قبول بکنه که همه ما نوکر مردم و خادم مردم هستیم و این هم باید باور بکنه که ان تعدوا الامانة لاهلها مطرح بحث باشه. این موضوع هست که در افغانستان 4 سال میشه ما 2 میدان جنگ نداریم. آیا افغان‌ها این را قبول میکردن که بعد از رفتن جمهوریت و آمدن امارات این 2 میدان جنگ ختم شود؟ اگر بر مبنای همو تعهد باورمندی اسلامی عفو عمومی مطرح بحث نمیشد، هم دیگر را بخشش نمیکردن، یک طرفه نبوده. بله. 2 طرفه بوده. وقتی که به جمهوریت میرفتیم بالا به قریه به قبرستان، ما میدیدیم که نیمه قبرستان بیرق سفید است، نیمه سرنگ است. امروز شما کامرا را بگیریم با شما بریم وزارت داخله بریم. افسر و عسکری که در جمهوریت بود با عسکر و افسری که در امارات هست یک جای ایفای وظیفه میکنن. ما گفتیم ما پلیس خواندیم، ما صنفی خودم میبینیم و اکثرا برشون میکنیم. بالمقابل ما صنفی های دیگه داریم که امروز در کشورهای همسایه هست، امروز هم برام پیامشون آمده. ما برش نوشته کردیم بودیم، هستیم، میباشیم. شما بودین و نیستین. پس ما با مردم تعهد سپردیم که باشیم، هستیم. مشکل شما چی هست؟ و کسایی که امروز وظیفه اجرا میکنه و هم چرا مشکل ندارن؟ به خاطر چی؟ به خاطر اگر سوء استفاده نمیکردن، پاک هست، اگر به وطن خیانت نمیکردن و طبعا و همیشه میبودن. پس بنابراین وقتی که شما میگین نسل جوان، ما امیدوار هستم نسل جوان برادران و خواهران که ما شما دارین به خاطر از این وظیفه نکنن که معاش بگیرن، به خاطر از این درس بخونن که چگونه مرهم درد یک هموطن خود شود. اگر او پشتون هست، تاجیک هست، ازبک هست، هزاره است، حتی سیک و هندو هست. در گذشته تحلیل کنین، تجزیه کنین. آیا اگر بحث تخصص مطرح بحث بود، تعهد بود؟ اگر تعهد بود کجا هستن؟ امروز که ما تاکید داریم به چی هست؟ میگیم که تعهد دارین بیان تخصص رو هم با هم نوا داشته باشیم که 2 بال پرواز در حکومت داری میشه که باز او برای ما چی میده؟ استقلالیت اقتصادی و استقلالیت سیاسی و این بدون مردم و بدون آگاهی نمیشه.
پس این هست که امروز ما میبینیم به طرف بهتر شدن روان هستیم و ما امیدوار هستیم که نقاط ضعف هم به نقاط قوت تبدیل بشه. بخیر باشین. واقعا سخنان خیلی آموزنده گفتین. امیدوار هستم که خانواده و پدران و مادران هم مد نظر بگیرن. دکتر صاحب، آخرین باری که اسلام قلعه رفتین چی وقت بود؟ 2.5 ماه قبل رفتم. البته دومین سفر بعد از 4.5 سال بود. 4.5 سال نرفته بودم. در 4.5 سال نرفته بودم. ما موقفم در مقابل حاکمان ایرانستانی ها و در مقابل پنجابستانی ها مشخص است. ما همیشه میگم حماقت سیاسی است که ما به این دو کشور باور کنیم، چرا که او همسایگی خوبی را با ما نمیخواهند و بنابراین ما میفهمیدم که دستای زوج خوب کار میکنه و نتونستم برم. حتی خدا رحمت کنه پدرکاران فوت که من نتونستم بریم، اما این فوت که نرفتیم. اما پارسال توپی بود که ما رفتیم و باز 2.5 ماه قبل هم همراه فامیل رفتم. خداوند حفظتان بکنه. آخری باری که رفتید موزن سفیدایی که شما را از رسانه ها میبینن از نزدیک چی گفتن براتون؟ برای بسیار جای خرسندی است که هیچ کدام برای من انتقاد نکردن. گفتن که موقفت همون شکلی که در جمهوریت بود فعلا در امارات هم همون چیز هست. ما فکر نمیکنیم تو اینجا باشی، ما میگفتیم تو حتما از خارج گپ میزنی، چون سفیدا این درک کردن نمیتونن و همیشه هر روز ما هر شب ما دعایشون گرفتیم تا روزی که اونجا بودیم. و اونجا بسیار جالب هست. من اکثرا میخوام داشته باشم و مردم اسلام قلعه ولسوالی کوهستان اگر امشب مهمان شما باشیم، همین جمع چند نفر که هستیم، باز فردا شب مهمانم ما باشین، باز کلی موجه هستین. یعنی باز فردا شب که جا خانه دیگه، یعنی آخر ببینید که با خانه آخری 50-60 نفر میشن، یعنی همون مهمانی دوره‌ای میشنه. و جوان‌ها بسیار علاقمند بودن به سیاست، بسیار علاقمند بودن به اقتصاد، همیشه پرسان میکردن. این برای ما بسیار خرسندی بود که مردم ما تغییر کرده. مردم محیط مرز مردم هستن که با جنگ کلان شدن، مردم هستن که با نابرابری هایی که از طرف حاکمان تهران اعمال شده کلان شدن. من میگم حافظه تاریخی رو میخوام یاد باشم، گرچه شما گفتین سیاست نکنین دیگه، ببخشید سیاست خوب یادم هست او دور امارت اسلامی که طالبان وقت بود، یک شب و یک روز حزب وحدت همراه جنرالای ایرانی به اسلام قلعه بود، با متربس کنسرو لوبیا و نخود و مرمی را توزیع میکردن. وقتی که طالبان آمد کمتر از 40 نفر یا تا به تایبات گریخته بودن، 25 کیلومتر. درست. امروز او به کابل میاد به ما میگه داداش، به تهران میره میگه ما از حکومت طالبان پرسان کردیم که اقلیت های افغانستان اهل تشیع چطور میشه احقاق حقشون. وقتی حکومت داری به اساس تطبیق شریعت هست، شیعه و سنی نداره. یعنی هنوز هم کشورهای همسایه بر ما منافقت میکنن که یا به نام سمت ما را جدا کنن، یا به نام قوم یا باورمندی ها. این بر ما جالب هست. و مرز هم که رفتین بزرگا برای من میگن متواجد باشید، چرا میگم مردم بسیار مردم خبیث است. من گفتم ما خواهمدم شما متوجه هستین دیگه، بس دعایتون میگیریم. یعنی اگر امنیت باشه آرامش میآید، امنیت باشه اقتصاد میآید، امنیت باشه تحصیل میباشه، امنیت باشه ما میتونیم نقاط ضعف را به نقاط قوت تبدیل بکنیم. اگر همه چیز باشه امنیت نباشه، نی درس میشه، نی تحصیل میشه، نی برای دختر، نی برای مادر، نی برای خواهر و نی هم برای ما و شما و نی هم جهان با ما تعامل می داشته باشه. امروز اگر جهان با ما تعامل داره، تعامل بر کدام محور هست؟ امروز ما کابینه داریم، کابینه ما نماینده کدام کشور است؟ چرا کسایی که میگفتن ما وطن خدمت میکنین، از این وطن هستین، به بانک مرکزی ایفای وظیفه میکرد؟ ما اون زمان هم گفتیم با یک پاسپورت آمریکایی آمد فارسی رو نمیفهمید، پیسه افغانستان کنترل میکرد، وزارت ها رو کنترل میکرد. روزی هم که رفتن شد یونیما اول او را برد. امروز کسایی که ما و شما با در تعامل صحبت هستین لااقل میفهمین که بچه کی است، نواسی کی است، از کدام قریه است، از کدام قصبات است. با ثروت و قدرت و شهرت هر کس را در مقابل خود یک شکل دیگه میسازه. بعضی کسا خود نگاه میکنن، بعضی کسا خود فراموش میکنن. ما امیدوار هستم که اون فراموش کردن کم باشه. دکتر صاحب از یک رنگی صحبت کردین، یک چیزی رو ما با لباسای شما میبینم خیلی میخوایم بپرسم که اون نشان چی است؟ این نوشته از لا اله الا محمد رسول الله. همیشه با لباسای شما میباشه؟ از گذشته تا حال الامر نبوده. نشانی که بر اساس باورمندی های مردم ما بوده و هست. نشانی که اجماع مردم افغانستان را قبول کرده بوده و قبول کرده. من همیشه خوش دارم که امو تفاوت خود حفظ بکنم. نی بر اساس امو تطبیق برنامه‌های فراماندهی باورمندی های قلبم برای ما چی میگه. ماشاءالله. هموطنان عزیز و نازنین، خیلی صحبت‌های دکتر صاحب شیرین است و از امو قلبشان گپ خود را بیرون میکنن
امیدوار هستم که برنامه وفق مراد شما هم باشه و با میلتان باشه. یک میان برنامه کوتاه میگیریم، برمیگردیم میریم به دنیای سیاست. همراه دکتر صاحب صحبت میکنیم کمی جدی‌تر. دوباره خوش آمدین هموطنان عزیز. امیدوار هستم که تا پایان برنامه ما را همراهی بکنین. جناب دکتر صاحب همراه ما هستن، یادداشتایشان هم بگیرن که گفتن یادداشت نگرفتیم در این برنامه. دکتر صاحب، دنیای سیاست یک دنیای بسیار پیچیده است. اولین کاری که انجام دادین که برای مردم خودتان خواستین که انجام بدین چی بود؟ چی کاری را کردین که اون سبب شد که شروع کنین از اسلام قلعه تا امروز به کابل تا ریاست جمهوری که رفتین همراه کاندیداتورا؟ ما گفتم از اوایل که من همراه پدرم خدا رحمت کنه که نشست برخواستم بود و او هم کلان قوم بود، هم موسفید منطقه بود و هم اهل طریقت بود. در همون جرگه های قومی صحبت ها می شد. از همون اوان ما همراه مردم خود بودیم. یعنی موضوعاتی را که قوانین نافذه همون زمان هم او حل نمیکرد، وقتی که با عرف و عنعنات کلتور مراجعه میشد حل میشد. و همیشه پدرم برای من میگفت که من میفهمم که آینده‌ت خوب هست، هم قوانین محیط منطقه را بفهم، هم قوانین الله را و هم عرف و عادات را. به نحوی از اوان طفولیت ما یک برنامه ذهنی داشتیم. ما گفتیم که وقتی که ما اول امتحان دادیم طب که جناب عربزاده صاحب نموند که باز ماند، آخر طب خواندیم. و ما می‌خواستیم که در جایگاه باشیم برای مردم در تصمیم گیری دخیل باشیم. وقتی که ما خود کاندید پارلمان ساختیم و کاندید ریاست جمهوری شدیم و برای ما بسیار جالب هست که کاندیداتورا تذکره را به $100 بخریدن. ما که شما کتابچه یادداشت گفتین، ما از این صدها تشکر داریم. هر جا که ما ایفای وظیفه کردیم همراه مردم که رابط می داشتیم همون نمبر تماس شمارش پیشم بود که میفهمید هم فکرم است. و جالب هست ما بسیار با آسانی تونستیم که از 34 ولایت افغانستان ما متعدد تذکره را که کمیسیون انتخابات به کار داشت ما جمع بکنیم به 1000 پیسه را که دیگه سیاسیون پیسه به مردم میدادن. ما میگیم وقتی که با مردم باشین مردم با شماست. دقیقاً. اگر سیاست میکنین سیاست به کی میکنین؟ وقتی که سیاست میکنی تل موترت، معاشت، خرج دسترخوانت هم از این مردم هست. اون مردمی که ضعیفترین هست و اون کسی که تاجر هست. پس وقتی که بر یک کسی که جایگاه سیاسی داره، اقتصادی را خدمت میکنی، بر اون محروم که نان برخوردن نداره، بر از او چی میکنی؟ بر اون کسی که در قریه و قصبات نان برخوردن نداره و کسی که بر طفلش بر تداوی کردن دوایش نداره پیش که تلفن تماس آمده. بله. یعنی یک نفر صدها کیلومتر میایه به کابل و به کابل هم نتونه طفل خود تداوی بکنه. ما که بتونم خدمت بکنم باید خدمتش بکنم. ما همیشه کوشش کردیم که از سیاست خدمت به مردم باشه، نی از سیاست بالای شانه مردم ششتن. شاید بحث مردم افغانستان، مردم کابل هست. هیچگاه ما سوء استفاده از صلاحیت وظیفه‌ای نکردیم. حتی روز اولی که تغییر نظام سیاسی شد، ما خوب یادم است آرانیز برنامه داشتیم که بالای جناب شیخ صاحب صدا کردیم، گفتیم ما فلانی هستم بچه فلانی فلان جا موقف ایفای وظیفه کردیم، کسی 100 افغانی بالای مدعا داره ما به خدمتش و اگه سیلی زد به خدمتش در غیر از او باید مدیریت شونه. و امروز هم میگیم در 4.5 سال گذشته اگر ما نقطه ضعف می داشتیم خب طبعا استخبارات مساوی پیدا میکرد دیگه. سر بیشتر اکتیو هستن. نه تا حالا هستیم کسی بر من نگفته چی میکنی چی نمیکنی. و صحبت های خودم همیشه واضح گفتیم به هدف تخریب نبوده، به هدف ازی بوده که نقاط ضعف و نقاط قوت تبدیل شود. ما به عنوان هموطن که نقاط ضعف خود نگیم، آیا ایرانستانی و پنجابستانی و کدام کشور دیگه که آبهای افغانستان را مفت میخواه، یورانیم لیتیم مفت میخواه، معادن افغانستان را مفت میخواه و تو پتان که تیاری خود سر ما میفروشه و از ما را به یغما میبره، او بر ما میگه؟ طبعا که چنین نیست. زمانی که ما کاندید پارلمان هم شدیم واضح همراه اعضای کمیسیون صحبت کردیم و انتخابات ریاست جمهوری هم که بعد زمانی که معرفی همراه کمیشنرها شدین امیدوار هستیم برنامه را ببینن. ما برشان پیام دادیم، هم پیام ما برشان چی بود؟ امواج نماینده های دفتر سیاسی یونما شیشته بود، از کشورهای ابرقدرت شیشته بود در تکمار کردن انتخابات افغانستان. و اگر نبود ما به خدمتشان هستیم. امروز کجا هستن؟ نیش چمنی سیاسی ماند، نی جمع کثیر از سنا ماند، نی پارلمان ماند. خانه ها و قصرهای جماند، خانه های قصرها حالا بوج ماند. بر مردم رهبر کفن بود. مردم کفنا را میپوشیدن، میگفت رهبر ما کفن به خودش میپوشیم. همون مردم گرده خدا فروخت. همون مردم طفل خود بفروش کرد. بله. همون مردم نان بر خوردن نداشت.
اما رهبر صاحب عکس سلفی میموند، نوشته میکرد که با نواسیم بچه فلان شهید که هم برادر کشته بود. 7-8 غذا پیش مانده بود برای صبحانه. خب مردم نمیفهمن؟ این مردم آگاه نشدن؟ آیا در طول تاریخ اجازه داد رهبر که مردم که به او اعتماد کرده بود بچه‌هایشان رهبر شوه؟ ما میگیم تمام این ملت رهبر است، دست هر کدام از بوسیدن است. به وطن خود ما بسازیم. همون بود که زمان ما جریان ایجاد کردیم و او جریان هم بسیار با انتقادها مواجه شد. و ما گفتن چرا؟ ما گفتن نامش مانده بودیم جریان همبستگی ملت واحد افغانستان. گفت چرا ملت واحد؟ ما گفتیم نی قومی است، نی سمتی است، نی گروپی است، نی حزبی است، نی 7-8 ایرانستان ساخت، نی 7 پنجابستان ساخت، نی هم 97 حزب سیاسی رو برای ما خارجی ها ساخت. کجاست؟ چند تاش مون؟ از همون آدرس چه معامله کردن؟ و دفترشون میفته عکس رهبرای سیاسی کشورهای همسایه از عکس پدرش بالاتر زده بود. کشورهای همسایه اینجا برای ما ولی داشت، وزیر داشت، سفیر داشت. چی بود؟ ملت افغانستان. ملت فقیر، هنوزم فقیر. چرا؟ من میگم سیاست نباید خیانت باشه. سیاست باید خدمت باشه. در خدمت مردم. و تا همین لحظه هم من خدا رو شکر میکنم که تمام اعضای کابینه حکومت فعلی را دیدیم، واضح برش گفتیم. بی فکر نبودیم که برای ما چی میشه. برش گفتیم که نقطه ضعف از ما نقطه قوت قبول کردن و قبول میکنن و هم میفهمن. اینا هم در اوضاع سیاسی افغانستان کلان شدن و در نظامی کلان شدن. صحبت‌های مغرضانه را، صحبت‌های واقعیت‌ها درک میکنن. و اصلاح آمینه است نگاه دست شکسته به گردن خود ما است. ما نمیتونیم که دست ما مایده شوه یک همسایه را بگیم که به دست خود ما به گردن مندازم تو که دیگه ماها بگرد تا که دستم خوب شوه. ما باید نقطه ضعف را به نقطه قوت تبدیل بکنیم و اگر نکنیم جهان کوچک شده. این امروز ببین اوضاع ایرانستان چطور شده. 47 سال قبل مردم گفتن مرگ بر شاه، مرگ بر شاه. امروز میگه برگرد شاه، برگرد شاه. بچه‌ش رفت پدرش بچه‌ش میخواین. امروز این تلفن از رسانه است. پس وقتی که میلیون ها تلفن پیش شهروند هاست، میلیون ها رسانه هست. جهان کوچک شده. علم روز همی شده. تحصیل همی شده، زبان همی شده، تجارت همی شده. پس وقتی که به این علم ما روبرو هستین، ما چگونه میخوایم خدمت بکنیم؟ او شکل نیست مثل گذشته به یک قریه یک موسیفید وفات میکرد، باز بو قریه دیگه نفر اسب خود سوار میشد میره بو قریه مولای امام را میگفت که بیا که فلانی فوت کرده. امروز یک نفر که فوت میکنه تمام دنیا میفهمه که کدام طریق فوت کرد. پس ما باید به خود عیار بسازیم. ببینین پنجابستان حمله کرد به افغانستان، سیاست گفتین. اگر همین ملت با حاکمیت صاد نمیشد، پنجابی ما را آرام میموند. یک حمله کرده بود 10 حمله دیگه انجام میداد. اما زمانی که دید مردم از شمال تا به جنوب، از شرق تا به غرب هم گفتن ما افغان هستیم، اختلافات فکری دارین، باوربندی ها دارین، اختلافات سیاسی داریم، اما ما افغان هستیم. بر پنجابی اجازه تعرض نمیدیم. همه همصدا شدن. هم شبکه‌های استخباراتی داخلی فهمید، هم فرامنطقوی فهمید که افغان ها یکی هست. افغان ها از هم پارچه نمیشن. اگر در بی اتفاقی اتفاق داشتن، در اتفاق داشته باشن، به همون محور هست که ما برنامه فکری هم هست. و هر صحبتی که میکنم ایرا به واقعیت عواقبش میفهمم. بله. عواقبش به خاطر از میفهمم چون عسکر هستیم. به خاطر از اینکه همراه مردم خود بودیم. به خاطر از اینکه تجزیه و تحلیل داریم. اگر من نگم شما نگین کی میگه؟ پس ما در مقابل وطن خود مدیون هستیم. دکتر صاحب خیلی رک صحبت میکنین. امیدوار هستم که شما را پروردگار حفظ بکنه و عمرتان دراز باشه. از اقتصاد هم صحبت کردین که اقتصاد خواندین، از پارلمان و ریاست جمهوری هم صحبت کردین. در این حال تازه که به استودیوی ما آمدین گفتین من پلیس هستم. پلیس به این معنا که ما درس خواندیم، اکادمی را خواندیم. شما گفتین چطوری جره پیدا کردیم؟ ما گفتیم ما پلیس هست. بله. یک کسی که مسلک خوانده باشه به اساس مسلک جای پیدا میکنه و اگر خدمت کرده باشه. نه به این وطن بسیار مسلکی ها بودن و مسلکی ها هستن که هنوز هم هستن. بله. برای ما جالب هست چند روز قبل که وزارت داخله فراغت داشت، ما استادای ما دیدیم که اوجا رسم تعظیم بود. استاد میر احمد شاه خان استاد ما بود، استاد کبیر منیر. سلام دارم خدمتشون. استاد عزیز سلام خدمتشون. 14 میشه که اکادمی استاد هستن، امروز هم استاد هستن. و از او پرسان کنیم میگه ما هنوز هم پلیس هستیم. پلیس به این معنا هست که خدمت به وطن بکنی.
امروز اگر شما هم در راستای صدای مردم خود صدا بلند میکنین، شما به عنوان یک پلیس هستین، پلیس مطبوعات. اگر ما صحبت میکنیم باز هم اما ما مسلکم هم هست. ما به این خاطر گفتیم وقتی گپ را که میزنیم، یک کسی که مسلک خوانده باشه کس از او گپ گرفته نمیتونه، چه اهل رسانه باشه چه مطبوعات باشه، او گپ خود برش میگه. یک روز یکی از دوستان از کشورهای همسایه تماس گرفت و گفت صحبت های چرایی تو است. ما گفتم ما خودم میگم دلم میشه که بگم مشکل تو چی است. وقتی که تلفن رو آیفون زده بودم ما گفتم دوستایی که اینجا پیش نشسته است اما را بگو که تامین امنیت خودت بگیره بر من تو پیام نده که تامین امنیت چطور میشه، آینده چطور میشه. یعنی بسیار کسا هستن هنوز هم با فکر ازی هستن که چگونه باز دوباره با گردای از ملت حاکمیت بکنن. وقتی که ما از مسلک خود با افتخار یاد میکنیم به این معنا هست. ما گفتیم صدها هم صنفیایم است. همین لحظه در وزارت امور داخله برین، ما به خدمتتون هستیم، ببینین هست بوده وظیفه انجام میده مسلکی. کسایی که دور اخیر که از اکادمی فارغ شدن فراغتشون همون مسلک است، همون اکادمی است، همون قروان است، همون استاد است، فقط در ظاهرشون تغییر آمده. اما وطن همون وطن است. ملت همون ملت. از اسلام قلعه تا بطرخان و خانبدرشان تا به نیمروز همون جغرافی است، فرق نکرده. اما کارگزاران فرق کرده، مدیرایش فرق کرده. مدیر هم نمیتونه بیا فشار اعظمی را بیاره که متغیر بسازه. چند نفر، چند هزار نفر. این ملت خدمت بکار داره. باید باز خدمت شوه. اگر طبابت هست، اگر پلیس هست، اگر اقتصاد هست، اگر محاکم هست، اگر سارنوالی هست، اگر خدمات عام هست، اگر استاد هست، چرا ما مشکل داریم در وطن خود؟ چرا یک معلمی وطن 9000 معاش بگیره اما یک دکتر که شاگرد از او هست از یک مریض 500 افغانی فیس بگیره که ما هم شاگرد از او بودیم؟ یعنی یک معلم یک ماه 30 روز استاد شوه به اندازه که یک دکتر به یک روز کار میکنه معاش باشه. ما میگیم زمان ما موفق هستیم به گذشته. ما گفتیم و اگر در جایگاه تصمیم گیری باشیم بیشترین نمره را بر معلم میدیم که در انتخابات باشن در کنکور کامیاب شوه، نه در طب نه در انجینری، و بیشترین امتیاز ما بر معلم میدیم از نظر معاش. چرا وقتی که معلم ذهنش به پشت پیسه نباشه، کرایه خانه نباشه، بر مریض نباشه، او بچه ای وطن را تربیه مسلکی میکنه که کیمیا و الجبر و فیزیک را به سطح بالا بفهمه. اما معلم 9000 معاش بگیره، شاگردش با روز 300 روپیه چی میگن جوس بخوره و انرژی بخوره. این وطن باید از تهداب یک برنامه در راستای ارتقای ظرفیت علمی فرهنگی مطرح بحث باشه. در هر دو بود. اگر ما چنین کردیم موفق هستیم و سیاست باز هم میگم به خاطر خدمت است. دقیقاً. بخیر باشین دکتر صاحب. امیدوار هستم که به گوش مقامات میره برسانین که توجه و تمرکز داشته باشن. میریم کمی به 4.5 سال قبل، در شبی که فرداش تغییر نظام شد در کابل، حال هوایتان چگونه بود؟ صادقانه بگین. برای استاد جالب هست. کابل خوب بودین؟ بله بله بله. در خانه خودتان؟ بله بله بله. برای استاد جالب هست. گرداننده بحث امانی صاحب بود والا تولوز و تلویزیون نور برنامه داشتم. ساعت 5 بجه برنامه لایف میشد. 5 امروز بعد لایف میشد که ما داخل استودیو شش بودیم، خودمونی قسم میکردیم که گفت که کابل سقوط کرد. گرداننده بحث ما گفت باش دکتر برنامه ما کنسل است. گفت چرا کنسل است؟ گفت از کمپانی و از چی داخل آمدن، از سرای شمالی. خب ما همونجا به مسافر نوشته کردیم آخرین بحث در جمهوریت با آمدن امارات. خانه رفتیم، بس خانه برآمدیم رفتیم خانه دیگه و 2 روز ما مطبوعات نبرآمدیم. 2 روز و شب سومش هم ما اولین برنامه را گفتم که کدی آران نیوز داشتیم که سر شیخ صاحب صدا کردیم، چون یک تعداد کسای اسلام قلعه رفته بودن بعضی گپا داشتن. نه ما یک پیام داشتیم که او چیز نیست. اگر ما هر صحبت را میکردیم و میکنیم به خاطر وطن بوده، به اساس وابستگی فرمانده نبوده. این وطن کلی جاسوس نبود، این وطن کلی خائن نبود. وابسته ها مشخص بود و مشخص هست و دیگه برآمدم تا لحظه هستم دیگه. دکتر صاحب دروازه حویلی شما زنگ داره یا تک تک زده میشه؟ زنگ داره. دمو شب روز کسی زنگ میزنه؟ جالب برای هست که ما گفتم از خانه برآمدیم خانه دیگه رفتیم و ما خواهر گفتم عسکر هستیم. امیر کمی شکل میجا مونده بودیم همیشه که ما ببینیم چطور میشه. روز که آمدن همین سر جاشون مونده بود. نه یک تا چند جای ما کار کرده بودیم و هم کامرا امنیتی میجا بود. هیچ چیز تغییر نکرده بود. اما دیگه را دیدم که تغییر کرده بود.
به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مردم ناآرام بودن از پیششون. ما اگر در هر موقع ایفای وظیفه کرده بودیم، نانوا و قصاب و دکاندار همسایه خدا، مردم خود ناآرام نساخته بودیم. یعنی هیچگاه ما برای اولادیم، برای برادراییم اجازه نداده بودیم که از سوء استفاده بکنن. و هنوز هم همراه مردم خود هستیم، باز فردا هم هستیم. به خاطر چی؟ همون بود معنوی که در فامیل ما بود باعث شد. همیشه پدرم میگو پدر، خدمت به خلق الله مهمترین اصل هست. ثروت و قدرت و شهرت شما رو دیوانه نکنه. متوجه باشین. همین لحظه که ما بیرون میریم یا که به ولایت بریم، ما مهر و محبت مردم خودم میبینین، ما رو بسیار آرام میسازه که مردم ما مردم قدرشناس هست. اگر فرصت برشون مساعد شود، هم خوبه میفهمن و هم بده میفهمن. پس بناهن روزهای بسیار چی بود؟ ناآرامی بود. بسیار دوستانم این تلاش میکردن، بسیار کسا همراهم تماس شدن، حتی گفتن که پیشخانه بچه‌ها روان کنیم بریم. بس سینفای میدان هوایی هم بود. میدان خونه رفتیم. میدان هوایی اوجا خب سینفای من بود. اوجا زیاد تلفن کردن از ادارات، از وزارت ها که والا اولین کس شاید تو رو بزنن. ما گفتم والا ما میگفتن دور است، بیا به افغانستان. اگه حالا ما بخزیم بریم، فردا روز همین ویدیو من کس پلی ویدیو دیگه بنا. خب تو خب میگفتی بیا که گپ تو کجاست یالا. پس به مو بود که ماندیم و کوشش کردیم که نقاط ضعف و نقاط قوت تبدیل شود و این هم ما بیاد نبرین که در گذشته مطبوعات افغانستان بعض موضوعات را شکل جلوگر می ساختن که افغانها به جان هم بفتن. امروز ما باید کوشش بکنیم که اون نقاط ضعف از بین بره و واقعیت ها انعکاس داده شود. حتی اگر کمرنگ هم هست، مردم افغانستان هم چیز متوجه میشن. ما میشم میگیم مثلا سینا جان نشسته است، طفل 7 ساله افغانستان سیاست رو میفهمه. دقیقاً. و کلمات سر جای خود باشه. پس وقتی که سیاست میگین، ما هنوز شاگرد سیاست هستیم. چی برسه که با سیاست بکنیم؟ به همین شعار هستیم که ماندیم میمانیم. بودیم هستیم میباشیم. بخیر. ما به او پیام داریم که بودین نیستین، باز پسر کجا میباشین؟ هموطنان عزیز و نازنین، به همین شعار به یک وقفه میریم که بودیم هستیم میباشیم. دوباره برمیگردیم در خدمت دکتر صاحب هستیم و در پایان برنامه گپ و گفتای خیلی متفاوت خواهیم داشت. دوباره برگشتیم. هموطنان عزیز، بازم تکرار میکنم که خیلی دوستان داریم. در خدمت دکتر صاحب هستیم. دکتر صاحب، از کار در حکومت یاد کنیم. وظیفه رسمی داشتیم؟ بله وظیفه رسمی داشتم، مگه همیشه به جنجال بودیم. همیشه در همون زمان ما کوشش کرده بودیم که پهلوی مظلوم باشم، بر ظلممند رفاقت نکنم. هم صنفی‌هایم شاید هست، هم اعضای کسایی که در کابینه بودن و یا کسایی که وکیل سنا و پارلمان دست بسیار بزرگ بودن. هیچ وقت ما رابط را بر ضابط حاکم نکردیم که بر ما تلفن کنه همین کار چطور میشه، میگفتم نمیشه. و اگر بر یک مظلوم که ظلم میکرد، تا لحظه که قلم میچلید محرم بوده، محرم مجرم نکردیم که نقطه زیرش مونده باشه. و بسیار وقتها هم برای ما بسیار جالب هست، یک قصه را شاید جای دیگه نکرده باشیم که از اون قصه میکنیم. یک وقت ما وظیفه اجرا میکردیم، نابرابری ها پیدا شد در یک قضیه که حق یک وطن بود، مانده بود، ما به او تسلیم کردیم. دوستای کمرایم بود، از گیلاس چای خوری که ما چای میخوردیم 60 ما را گرفته بودن، داخل یک چی مانده بودن، داخل مو مدارک شواهد به سرور روان کرده بودن. وقتی بایومتریک شد، بایومتریک که 60 برآمد که 60 فلانی است. ما تلفن کرد بیا سلام علیکم، رفتم سر سلام علیکم. گفتم دکتر صاحب تو خب یک قدم مسلکی این 60 چیله جا مونده. ما گفتم 60 نمونده اینجا. گفت نه که ما دیدیم، ما فهمیدم گپ چی است. رفتم و شو بچه‌ها را پیدا کردیم، ما مسئول بخش شو پیدا کردیم، باش گفتیم که گپ چطور است. گفت والا بچه‌ها مزاق میکردن به خاطر که تو هم به گپشون نکرده بودی. خب ما گفتم به گپشون نکرده بود، ناحقی بود. ما نباید به کار میکردیم. اما این کاری که کردن چطور است؟ چون باز همون شو ما نوکریوال بودیم، پس یا آمدن بعد خودشان از طریق کمرهای امنیتی که بود، از طریق موضوع که بود، موضوع رو حل ساختن. و این همیشه برای ما به یادم هست که اگر در تیم، در مدیریت کاری تعهد و تخصص به وطن نباشه، راهجویی ها هست. به خاطر از اینکه احقاق حق یک شهروند هموطن زیر پای نکرده بودیم، به خاطر برش گفتیم تو مظلوم هستی، ما همراهت هستیم، از ظالم حقت را میگیریم. و در اداره که ما بودیم، دوستی که مثل که ما و شما با هم چای میخورین، او از گیلاس چای خوری ما 60 ما گرفته بود.
او رو داخل مدرک مانده بود و او زندگیش بسیار خراب شد و روزی هم آمد از ما عذرخواهی کرد که ما نفهمیدیم، ما تو رو به خدا سپردیم. اگر همو بارمندی های فکری نمی بود، کامرای امنیتی و دیگر نمی بود، شاید یک جنجال اون وقت برای ما یا جور میکنن که نتونست. کار کردن مشکل است. دکتر صاحب، در افغانستان و به تحولاتی که صورت گرفت، از نظر شما من حیث یک آدم با تجربه بزرگترین چالش بر کارمندای حکومتی در جامعه مثل افغانستان چی است؟ عدم تخصص. درست. هرگاه اگر ما خانه میسازیم، یک خشت خام را بمانیم، یک خشت پخته را بمانیم، باز یک دانه بلوک سمنتی را بمانیم، این خانه را که ما جور کنیم این خانه استاد نمیشه. اگر جور میکنه اول باید یا خشت خام باشه، یا پخته باشه، یا بلوک یا سمنت باشه. گزینش ها از گذشته را ما یاد کرد. گذشته ما همیشه گفته بودیم، ما گفتیم آبادی وطن تعهد و تخصص میطلبد. تعهد بدون تخصص و تخصص بدون تعهد ویرانی وطن هست. باید هر کس در جایش کارش را بکنه. امروز اگر ما و شما صحبت میکنین، اگر پشت کامرا تیم نباشه، اگر ساوند مکمل نباشه، اگر اون نورپردازی نباشه، برنامه شما برنامه شده نمیتونه. اما یک تیم کار کرده که امروز ما و شما صحبت میکنیم. در مبحث ایفای وظیفه هم، حتی اگر شما میخواین یک ولسوال باشین، حتی اگر میخواین یک مدیر مکتب باشین، تا زمانی که تیم متعهد و متخصص همراه خود نداشته باشین، اما تیم کاریتون با چالش میره. بیاین ما گذشته رو با هم مقایسه بکنیم. در گذشته 2.3 تریلیون دلار پیسه بود در افغانستان. چرا ما نتونستیم 1 متر مکعب آبای افغانستان مدیریت بکنیم؟ با نبود همون پیسه ها امروز افغانستان کانال قشتپر مدیریت کرد. در 4 سال همیشه بالا شیخ صاحب صدا کردن که آبهای کنر. و بر ما جالب هست که 1-2 تلویزیون مطرح افغانستان همون موضوع همیشه سرخط خبرشون است میمونن. یکی بر ما تلفن کرد که میگه که اثر میمونه آبهای کنر، میگه بر تو جنجال جور میشه. ما گفتم خون ماست آبهای کنر. دقیقاً. چندین دهه میشه مفت به کشورهای همسایه و منطقه میرفت. ما باید رو کنترل بکنیم. هیرمند هر روز همچنین. پس وقتی که امروز کوشش میشه که نقاط ضعف و نقاط قوت تبدیل شوه، ما میگیم باید که کادرها هم هر کدام بر اساس مسلک خودش شوه، جای به جای شوه تا نقاط ضعف ما و نقاط قوت تبدیل شوه. هر کس بفهمه خط سیر کاری ما چی است. چگونه میخوایم پیش بریم ما؟ درست. دکتر صاحب، کمی عاطفی صحبت میکنیم. گاهن شده که میان وجدان شخصی و دستور کاری قرار گرفته باشیم. بسیار زیاد. بسیار زیاد. چیکار کردیم؟ بر مبنای همون تعهد فکریم که به این عقیده بودیم و هستیم، تمام ما مسلمان هستیم که برگ از درخت میفته، چپه و راستش مشخص است، گفتیم که حق طرف حق میریم و از طرف حق اوسوتر نمیریم. چرا حق جای خود میگیره. آفتاب به یک انگشت پوشیده نمیشه. آهسته آهسته. و برای ما خوشی است که شب و سر خودم میمانم، وجدان ما آرام است. میفهمم که تا که تانستیم امو حقایق را گفتیم، تا که تانستیم خدمت هموطن خود کردیم، وطن خود کردیم. حتی اگر یک نان داشته باشم، امو نان خود کوشش میکنم که همراه مردم بخوریم. مگر مسلک هم هست، کوشش میکنم همراه مردم خود باشیم، بر زخمشان مرهم باشیم. اگر برشون دیگه چیزی کردن نمیتونیم. نسل نو برنامه ما را میبینن. اگر در رشته‌های کنکور، در امتحان کنکور رشته بندی ها است، اگر از یک کسی به نام افغانیار پوپل سوال بکنن که ما اقتصاد بخوانم یا سیاست، چی پیام داریم برشان؟ من بگم به وجدان خود بهشون مراجعه بکن. اگر سیاست بی معنا بخوانی که مثل رهبر و رهبرزاده وطن بفروشی، توپ و تانک و تیاره را بفروشی، پوچکای مرمی را بفروشی، نه. اگر میخوای بی وطن خدمت بکنی که صدای مردم افغانستان باشی، فرش زیر پایشان باشی، خاک دستوریشان رو پاک بکنی، نی قنداق تفنگ بادیگاردت برویش بخوره، نی طفلش پشت هتل بیا یا بوت پاک بکنه و تو قابلی بخوری، نکن. نکن. این وطن درد زیاد دیده. ما باید مرهمش باشیم به اساس مفکوره و فکر خود و همون کار را که میخوایم بکنیم. من میگم اگه میخوای نانوا باشی، نانوای با وجدان باش. قصاب میخوای باشی، قصاب با وجدان باش. نه که وکیل گذر بیای بر از گوشت سرخی بدی، اگه قریب که 200 روپیه پیدا کرده استخوان چربی برش بدی.
به هر جایگاه باشین ما شما خدمت کرده میتونیم. ما شما صحبت میکنیم. این میتونیم با حاشیه بریم. میتونیم به مذاق سپری بکنیم. اما این آرشیو مطبوعات افغانستان میشه. این میمونه. تاریخ قضاوت. شاید ما نباشیم. روزی نیست که ما دریافت نکنیم پیام ها را، تهدیدها را. او ما گفتیم ما عهد کردیم با وطن، با مردم امتحال. از زمانی که ما زنده هستیم حق را حق میگیم، ناحق را ناحق میگیم. کسی خوشش میآید، کسی بدش میآید. برای ما کسی چیز نداره که پیش ما پس بگیره. با کدام سفارتخانه رفاقت نداریم، با کدام شبکه استخباراتی دوستی نداریم. دوستی ما با مردم هست. ما تمام قدرت و ثروت دنیا و کشورهای همسایه را با خاک پای او بازگر برابر نمیکنیم که دیروز تریاک کش میکرد، امروز نان برخوردن نداره. جامعه جهانی میگه که ما با افغانستان در بدل کشت بدیل مواد مخدر کمک میکنیم، اما کمک هم نمیکنه. از او آدرس وکیل پارلمان ما وکیل شد، اعضای سنا به سنا آمد، وزیرها و والیها شدن، اما او مردم هنوز هم دستایشون تابال زده است. دقیقاً. ما میگیم بیایم دستمون را بوس بکنیم. بچه مردم کشته شد، شهید شد، در آبها غرق شد. امروز او هم بیاین میگن ما چگونه شود که دوباره بیاین با جنگ کنیم. او رهبر جان، رهبر صاحب، بیا. برای ما جالب هست، یک تلویزیون برنامه داشتم، یکی از رهبرهای سیاسی افغانستان را که ما خوب میشناسمش، از هرات هست، فعلا پیش خامنه‌ای شاگردی میکنه. اوجا رفته بود. ما گفتیم که تو که آمده بودی بیادرزایت به نام کمیسار معرفی کرده بودی به اسلام قلعه. بله. همین دو ماه را که ما هرات رفته بودیم که یک شب مهمانی بوده که برای ما قصه کرد که دکتر صاحب می کمیسار فلانی که است 300 و چند جایداد فقط در هرات داره. ما گفتم کی گفت بیادرزاده فلانی؟ گفتم واقعا گفتین یم ثبوتش. ما برنامه یاد کردیم، گفتیم تویی که برای افغانستان خوبی میخوایی یک بی سواد را کمیسار مقرر کرده بود 300 و چند جایداد فقط در هرات داره. ها درست. تو دیگه حالا به افغانستان سیاست نکن، نگو ما سال دیگه میاییم. تو که میامدی چرا رفتی؟ و از جمعیه به زور کی میایی؟ خامنه‌ای که مردم خود نگاه کردن نمیتونه، تو رو نگاه میکنه. شب برای ما تماس گرفت، ولی تو گپای خوب نمیزنی، باز ما گپ میزنیم. خدا به خدمت هستیم. خانه هم بلد هستی، هم به اسلام قلعه هم به کابل. اگر تو اومدی باز قدرت گرفتی هر کار نکردی باز بکن. اما خود تو هم دوست بودی، تیمت هم تیم دوست بود. همون وقت گفتم برات میگفتیم. خب ما با او مردم سر و کار داریم. ما با کسایی سر و کار داریم که خودشان ماشین چاپ پیسه داشتن. 10,000 خود 5000 مردم میفروختن. اما با مردم چندار و ناچین سودا میکردن و کف دستشان میموندن. امروز او هم صحبت داره، ما و شما هم صحبت داریم. این میمونیم به قضاوت تاریخ، این میمونیم به قضاوت نسل پویایی که شما گفتین میخوای امتحان بده، میخوای درس بخونه. هدف درس خواندن چی هست؟ اگر خدمت به خلق الله هست، به مردم هست، به پدر و مادرت هست، به وطن هست، خب طبعا موفق میشی به هر رشته‌ای که باشی. دکتر صاحب خیلی سریع صحبت میکنیم. خدا عاقبت شما را بخیر بگردانه. ما میگیم نگهبان من گران است که من میدانم شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد. ان شاء الله. اگر نبودیم باز میره شما باز نشکنید. ان شاء الله که پروردگارم رو دراز نصیبتان بکنه. دکتر صاحب حالا از گذشته را نقد کردین، گاهی امارت اسلامی را نقد میکنین، گاهی در وزارت داخله میرین با خلیفه صاحب میشینین. شما حامی حکومت هستید یا منتقد حکومت؟ ما حامی ملت هستیم، راهنما بر کسایی که در حکومت هستند. ما به طرف جنگ دوباره نمیخوایم بریم. نه تنها خلیفه صاحب، با بسیار از اعضای کابینه ما میشینیم، میره دوستا کات کنن، پیش نگاه کنن، باز فیسبوک جلوون که باز بندش کنن. با فرانسوی نشستین، با آمریکایی نشستین، با روس نشستین، با پنجابی نشستین، با شاگردای خمینی نشستین، با هموطن خود از افغانستان نمیشینیم. پدرش را میشناسین کی است، پدرکلانش کی است، از کدام قریه و قصبات هست. دیدگاه ها متفاوت است. شما اول برنامه گفتیم. من نمیتونم دیدگاه خود با شما تطبیق بکنم و او هم نمیتونن دیدگاه خود با ما تطبیق بکنن. برشان میگم که نقطه ضعف از این نقطه قوت هست. سیاسیون افغانستان شاهد هست. هر دفعه که نشستین واقعیت برشان گفتین و با آغوش باز پذیرفتن. این که در قدم‌های پایین مشکل است. همیشه مشکل بوده، همیشه مشکل هست. دکتر صاحب از بزرگا کسی تقاضا کرده که دکتر صاحب فلان گپ اگر رفتی نگویی؟ خب ببینید
ما باید طور برنامه داشته باشیم که نقاط ضعف و قوت را که مطرح میکنین اصلاح بر وجود بیاید. چی بیاید؟ هدف ما اصلاح است. وقتی که اصلاح هست ما هم پیام خود اوجا هم داریم اینجا هم داریم. کوشش میکنیم وقتی که ما نوشته میکنیم محرم، اگر نقطه زیرش ما چی میشه؟ مجرم. خود مجرم نسازیم و محرمیت خودم چی کنین؟ حفظ بکنیم به خاطر مردم خود. ما به هرات یک مثال داریم، میگیم یک سیلی 100 روی میگرده. ما نمیخوایم راهی که دیگه رفته بودن اون را ما بریم. دقیقاً. دکتر صاحب یک پیام کوتاه برای فرزندان شهدا در افغانستان اگر داریم. ما مدیون شما هستیم. حتی اون شهید کمی لحظه هم در آبهای دریاها غرق شده، او کسی که از یک بند منزل افتیده باشه و او کسی که در راه مهاجرت که ما تصویرش دیدیم که یخ زده بود، ما مدیونشان هستیم. حتی او شهدایی که 40 سال قبل هم 45 سال قبل هم ماندن، کلان شدن و امروز پدرش پای نداره، دست نداره، بر طفل خود کتابچه قلم خریده نمیتونه. ملت افغانستان مدیون خون تمام شهدای افغانستان هست در طول چند دهه گذشته. این ما ادا کردن نمیتونیم. از خون او شهدا بود که بعد منزل ها ساخته شد، مترای زرعی شد، مهمانی ها شد، خانه های کشورهای منطقه و فرامنطقوی شد. اما جهاد را کسی کرد که جهاد ختم شد، تفنگ خود ماند، گفت دیگه ما پیش نمیریم. کسی به یادش نمیاد که پدرم یک وظیفه کرده باشه، کاکاهایم یک وظیفه کرده باشن. اما هر کدامشان صدها هزارها نفر بود که همراهشان که به گپشان میکرد و به گپشان میکنه. ما میگیم وقتی که دین داریم دین خود ادا بکنیم. امروز از شهدا پدرای مادراشون ماندن، ما در مقابلشون چی پیام داریم؟ حکومت فعلی افغانستان همیشه میگه که برای ما کسایی که در جمهوریت و کسایی که در امارات هستن به وزارت شهدا معلولین ثبت است، برای ما یکی هست. ما امیدوار هستیم برای زیاد توجه بیشتر انجام بگیره تا به اساس همون واجبی دینی ما عمل کرده باشیم و با اون شکلی که فرمان عفومی مطرح شد ما خدمت کرده باشیم و خدمت بکنین و نقاط ضعف خود به نقاط قوت تبدیل بکنین. این وطن از ما و شماست، کس دیگه وطن نمیسازه و اگر ویران هم بکنه ما ویرانش میکنیم. درخت میگه به تبر ریشش تبر میخورد، ناله میکرد. یک نفر را گفت چرا ناله میکنی؟ گفت اگر جنس دسته همی تبر از خودم نمی بود ریشم قطع نمیشد. اگر هر بحران و هر برنامه در افغانستان باشه تا ما افغان ها همنوایی نداشته باشین، هیچ کس به طرف مادر وطن افغانستان چپ سعی کرده نمیتونه. دقیقاً. دکتر محمد زلمه افغانیار پوپل، بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. خیلی لطف کردین. خسته نباشید. امیدوار هستم که از آفات و بلاها در امان باشیم. دعای مؤمن به حق مؤمن قبول میشه. بیاین ما و شما و هموطنان به حق وطن دعا بکنیم که از نابرابری ها وطن ما دور باشه. خیر باشید. بسیار تشکر. لطف کردین. هموطنان عزیز و نازنین، رسیدیم به پایان برنامه شام کابل. امیدوار هستم که بخصوص نسل نو ما از صحبت‌های دکتر صاحب استفاده بهینه کرده باشند. تا شام کابل دیگر که با یک مهمان خوب و نازنین دیگر در خدمت شما هموطنان عزیز قرار میگیریم، شما را به الله بی‌نیاز میسپارم. ایام وفق مرادتان، وفقکم الله. بخیر باشید.